نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آری هر کس به وعده اش وفا نماید و تقوا پیشه کند، بداند که الله پرهیزکاران را دوست دارد. بدون شک کسانی که پیمان الهی و سوگندهایشان را به بهای اندکی می فروشند در آخرت بهره ای نخواهند داشت و الله با آنان سخن نمی گوید و روز قیامت به آنها نظر نمی کند و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی در پیش دارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.